سلام. سلام، من ماریا هستم. بعد از استرالیا این ویدیو رو میذارم. میخواستم ببینم که کسی هست که یه شرایطی مثل شرایط من داشته باشه. اگه کسی هستش به من کمک کنه. من میخوام ببینم که کسی هست که یه شرایطی مثل من داشته باشم، چون من الان واقعا موندم که بعد چجوری با این مشکل دیل ویت کنم. چیکار باید بکنم. اگه کسی هست که همچین شرایطی مثل مال منو داره، لطفا توی اینستاگرام برام پیغام بذاره. توی اینستاگرام اکاونتم هستش ماریا محمدی. من سال 2012 با قایق اومدم استرالیا، با بوت اومدم. خب با بوت اومدم استرالیا. بعد با بوت وارد استرالیا شدم. بعد ولی از اون طرف در سال 2007 برای از طریق ویزای اسکیل ورکر نرسینگ اقدام کردم برای پرمننت کانادا. سال 2007 اقدام کرده بودم. بعد اقدام کردم برای پرمننت کانادا. بعد تو صف بودم، یعنی من 5 سال تو صف بودم تا سال 2012 که سپتامبر من رفتم استرالیا. با یه سری دوستامون داشتن میرفتن با قایق و اینا استرالیا، فامیلا و اینا. بعد به من گفتن خب تو هم با ما همراهی کن. من رفتم که اینا رو برسونم، یعنی در واقع نرفتم که بمونم، ولی بعد رفتم استرالیا. بعد وقتی وارد کمپ کریسمس شدم، به محض اینکه به کمپ کریسمس رسیدم، یعنی وارد شدم با قایق رسیدم، یه دفعه ویزای پی آرم اومد. یعنی توی یه ایمیل گرفتم از کانادا، کشور کانادا به من نوشته بودن که شما پرمننت هستین، پرمننتتون اومد و حدود 60 روز به من وقت داده. ببخشید 6 ماه 5-6 ماه به من وقت داد، چون من اکستندم کردم. حدود 5-6 ماه به من وقت دادن که من وارد خاک کانادا بشم، برم کانادا. بعد مسئله اینجاست که بعد من ویزه ها رو اصلا نمیشناختم، یعنی نمیدونستم فرق ویزای رفیوجی قایقی پناهندگی و اینا با ویزای اسکیل کانادا چیه. ببخشید اسکیل کانادا چیه، متوجه نبودم که فرقاشون چیه. بعد نمیدونستم ویزاها چقدر با هم فرق دارن. بعد اینا که این ویزا رو به من دادن، اونا ویزای در واقع استرالیا اومد به من ویزای قایقی و اینا رو داد. بعد من متوجه نبودم که مثلا دارم اشتباه میکنم، یعنی این ویزاها خیلی با هم فرق دارن. خب اون یکی اصلا پرمننت بود، این رفیوجی پناهندگی بود، خیلی با هم فرق داشتن. ولی خب دیگه نمیدونستم دیگه و اقواممونم اونجا بودن. بعد من نمیدونستم باید چیکار کنم. اصلا مونده بودم بین دو راهی که کدوم راهو انتخاب کنم و متاسفانه اطلاعات خوبی هم نداشتم، اطلاعات نداشتم. بعد کاری که کردم یه هیچ خدایی تا بیام متوجه بشم که چه جوریه و اینا. اون ویزای کانادا باطل شد. ویزای کانادا هم که باطل شد، چون ویزای کانادای من 6 ماه وقت داشت ولی باطل شد. بعد باطل شد، من مجبور شدم 13 سال تو استرالیا ویزای پناهندگی بونم. ویزای پناهندگی هم بدترین ویزایی، یعنی کارش سخته، زندگی کردن باش سخته، همه چی باش سخته. ویزای خیلی بدیه، بدترین ویزای ساب کلاس استرالیا ویزای پناهندگیه که من گرفتم. ولی خب من 6 ماه پی آر بودم، یعنی من 6 ماه با پرمننت کانادا داشتم تو استرالیا واسه خودم میرفتم، ولی اینا به من ویزای پناهندگی داده بودن. خب بعد من خب ویزاها رو بلد نبودم متاسفانه. گفتم که بعد رفتم. بعد از این مدتی که گذشت که من یکم فهمیدم که چی به چیه، چقدر خودم سختی اینجا کشیدم، چقدر خانوادم سختی کشیدن. خب پناهندگی خیلی مشکل بودش، من نمیتونستم به خانوادم سر بزنم، اینجا گیر افتاده بودم و اینا. بعد رفتم من بهشون، به دپارتمان ایمیگریشن اعتراض کردم. گفتم که من ویزاها رو نمیشناختم. گفتم شما برای چی این ویزا رو به من دادین؟ اصلا شما نمیتونین به پرمننت ویزای پناهندگی بدین، اصلا نمیتونن همچین کاری کنن. یعنی کسی که پی آر یک کشوریه، پرمننت یک کشوریه، به هیچ عنوان نمیتونه ویزا پناهندگی بگیره. این کاملا خلاف قانونه. بعد به من گفتن که ما نمیدونستیم، ما اطلاعی نداشتیم. بعد من الان سوال برام اینه که خب شما چجوری اطلاع نداشتین وقتی که آمریکا اطلاع داشته،
انگلیس اطلاع داشتم، چون من قبل از اون دانشجویی اپلای کرده بودم برای آمریکا، چون خب پروسش خیلی طولانی شد. مال کانادا من 2007 اپلای کرده بودم، پروسه خیلی طولانی شد. من سال 2009 اینطورا برای آمریکا اپلای کردم برای فوق لیسانس. بعد رفتم سفارت آمریکا من ریجکت کرد. بعد بهم یه نامه داد، من نامه رو خوندم، توش نوشته بودش که ویزای شما ریجکت شد. گفتم به چه دلیل؟ گفتم به دلیل اینکه شما سال 2007 دقیقاً تو نامه برام نوشته بود. دقیقاً، یعنی خیلی برام جالب بود. دقیقاً تو برگه برام نوشته که شما سال 2007 برای ویزای کانادا اپلای کردین، وایسین تا جواب نامتون بیاد. خب بعد دوباره برای چیز اپلای کردم، برای انگلستان. رفتم سفارت انگلستان، رفتم ابوظبی برای انگلستان اپلای کردم سال 2012 تو آگوستش، یعنی قبل اینکه بیام اینجا. رفتم برای انگلستان اپلای کردم. بعد دوباره انگلیس هم برگشت من گفتش که یه ماه اونجا بودم، چون پاسپورتم توی سفارت انگلستان بود که مهر دانشجویی برام بزنن. من یه ماه اونجا بودم تو سفارت انگلیس، یعنی توی ابوظبی موندم. بعد سفارت انگلیس به من یه نامه داد، بعد گفتش که من رو ریجکت کرد. بعد بهم یه نامه داد و من نامه رو خوندم. بعد توش نوشته بودش که شما ریجکت شدین و علتش اینه که تو سال 2007 شما یه دونه فایلی داشتین. تو سال 2007 بله شما یه فایلی برای اسکیل ورکر داشتین، باز کردین برای کانادا. دقیقاً تو نامه‌شون بود، خدا شاهده عین نامه استکار انگلیسه، یعنی تمام اسنادش هست. یعنی اگه ایمیل رو الان وا کنم قشنگ هست. گفت شما سال 2007 توی، اصلا من تعجب می‌کردم که اینقدر اطلاعاتشون قویه که شما سال 2007 توی انگلستان برای کانادا اپلای کردین. صبر کنید تا جوابش بیاد، خدا شاهده. بعد صبر کنید تا جوابش بیاد، ما الان نمیتونیم به شما جواب بدیم، صبر کنید تا جوابش بیاد. خب حالا بعد من رفتم از سفارت این کشورها، یعنی کانادا، استرالیا، آمریکا، نیوزلند و بریتانیا، اینا جزو گروه 5 آیز هستن. 5 آیز بعد همشون به هم چسبیدن، یعنی سیستم کامپیوترشون اینترکانکتده، به هم کاملا وصلن. بعد به هم کاملا چسبیدن. بعد من رفتم از چیز پرسیدم، از اداره ایمیگریشن استرالیا سوال کردم. از یه وکیل پرسیدم، یه وکیلی که خیلی کار ایمیگریشن توی استرالیا خیلی خوبه، صداش رو دارم، قشنگ وقتی باهاش صحبت کردم صداش رو ضبط کردم. یه آقای خیلی کارش خوبه تو استرالیا توی ایمیگریشن، اینا خیلی آدم قویه. بهش گفتم، گفت من خیلی متاسفم که ویزات باطل شد. چه گفتم آره من خیلی برای زحمت کشیده بودم و اینا، اینجوری شد باطل شد. گفت من خیلی متاسفم. بعد به من گفتش که شما اصلا من خیلی تعجب میکنم، گفت چیز به این مهمی و اینا چجوری ندیدن که حتی وقتی یکی تراول میکنه، سفر میکنه، اینا کوچکترین اطلاعاتو دارن. چطور اینا ویزای پرمننت شما رو ندیدن؟ من پیار شده بودم، یعنی از من اصلا نمی‌تونم ویزای رفیوجی صادر کنم. یه ویزای غیر قانونی رو ایشون صادر کرده، برداشته به پرمننت ویزای رفیوجی داده. و من برگشتم بهشون گفتم که این ویزایی که اینا صادر کردن ویزای غیر قانونی بوده، شما نمیتونی به هیچ پرمننتی تو دنیا برای رفیوجی بدی، چون من اصلا ایرانیم. اصلا من فقط نیاز داشتم به این که برم صرف کامبرا، چون پاسپورتم اون آقایی که ما رو از طریق آب و اینا آورد براش پاسپورت‌ها رو جمع کرد، همه رو انداخت تو آب. خب همه رو انداخت تو. بعد من پاس نداشتم، خب میرفتم کامبرا پاسپورتمو میگرفتم، از اون ورم بغلش هم سفارت کانادا بود، پرمننتمو میزد. بعد من میرفتم ایران، معذرت میخوام، میرفتم کانادا. یعنی اصلا من نیازی به این پروسه 13 ساله نداشتم. حالا رفتم، یعنی 13 سال وقت من رو داغون کردن و من اینجا عنوان رفیوجی سالها نگه داشتن. حالا رفتم بهشون اعتراض میکنم، میگم شما چرا این کارو به من کردین؟ چه حقی داشتین که بیان روی ویزای پرمننت من رو ویزای رفیوجی صادر، شما ویزای غیر قانونی صادر کردین؟ من یه دانشجو بودم، اطلاعات نداشتم، شما حق نداشتین این کارو کنین. به من میگن که به ما هیچ ربطی نداره و ما به سیستم دسترسی نداشتیم، ما ندیدیم. به من میگن ندیدیم. حتی اون آقای برگشت من گفت که خانم شاید اون موقع اطلاعات کامپیوتری زیاد قوی نبوده، در صورتی که همه چی قوی بود. 100 سال پیش نبود، سپتامبر 2012 بود. من همه مدارکم که برای وکیلم تو کانادا میفرستادم همه رو با کامپیوتر میفرستادم، همه رو اسکن میکردم، همه چیز دقیق و عالی بود. بعد میگه که نکنه که خانم کامپیوتر شاید خراب بوده، شاید افسر خواب بوده. من میگه شاید افسر خواب بوده. یعنی اصلا که حرفای مسخره. من میخوام ببینم که آیا کسی بوده که تا حالا همچین
مشکلی براش پیش اومده باشه، من میخوام از اداره مهاجرت استرالیا برای بریچ آف لو شکایت کنم که اینا قانون رو شکستن و به یه پرمننت اومدن ویزای بریجینگ ای دادن، در صورتی که اصلا نمیتونستم بدم. من 5 سال برای ویزام زحمت کشیده بودم. چطور اومدن به آدمی که پرمننت رزیدنتی یه کشوری مثل کانادا رو داره؟ من پی آر بودم، اصلا نیاز من، یعنی اومدن از بیدانشی من نهایت استفاده رو کردن. چون من جزو تیم المپیاد بودم برای شیمی، مت، ساینس. خب من جزو تیم المپیاد بودم، بعد نمره‌ام خیلی عالی بود. خب جزو تیم المپیاد بودم، برای این اومدن پرمننت منو هاید کردن. چون جزو تیم ساینس و اینا بودم، هاید کردن، یعنی مخفی کردن. بعد اومدن روش ویزای غیرقانونی صادر کردن، چون میدونستن که این ویزا باطل میشه، 6 ماه بیشتر وقت نداره باطل میشه و غیر قانونی. الان من حرفم اینه که این ویزا که صادر شده غیر قانونی، یعنی دیپارتمان ایمیگریشن استرالیا عملا حق نداشته این ویزا رو صادر کنه. و وقتی من بهشون اعتراض میکنم میگن نه به ما ربطی نداره. بعد مرد برگشت به من گفت، وکیل گفتش که شاید سیستم خراب بوده، شاید ندیدن. گفتم آخه مگه میشه ندیده باشن؟ آخه یه چیز خیلی عجیبیه. مثل این میمونه که مثلا، آخه مثلا آدم واقعا مثل که شبه، بعد یکی بگین الان شب نیست روزه. بابا خوب شبه دیگه، شبه. وقتی شما تو کامپیوتر بالای اسم مثلا یه چیزی واقعا سرچ کنی، خب اسمم بوده، دیت آف برت هم بوده، اسم پدرم بوده، تو بزنی همه اطلاعات میاد. چطور شما پرمننت منو ندیدی که اومدی بریجینگ ای صادر کردی، بدترین ویزا رو به من دادی؟ بعد به ایشون اعتراض میکنم، میگم آقا شما چجوری ندیدی، چجوری همچی کاری رو با من کردی؟ ایشون به من میگه که نه من ندیدم، من اصلا همچی چیزی ندیدم. بعد به من میگه که نه ما گردن نمیگیریم. آخه چطور همچی چیزی ممکنه؟ چطور امکان داره که، چطور آمریکا دیده، چطور انگلیس دیده؟ اصلا من هر جا میرفتم به خدا به من نامه میدادن که شما این سال اپلای کردی، اینجوری بودی، پروسه اینه، صبر کن. آمریکا این دیده، انگلیس دیده، چطور شما ندیدی؟ حالا من میخوام واقعا اگه کسی هست که به من کمک کنه، چون من میخوام ازشون شکایت کنم از دیپارتمان ایمیگریشن استرالیا، برای که من 5 سال تو صف بودم، اومدن استفاده کردن از از اینکه من یه استودنت بودم، اطلاعات نداشتم، اومدن استفاده کردن و ویزای پرمننت منو مخفی کردن و اومدن ویزای بریجینگ ای صادر کردن. اصلا یک ویزای غیر قانونی صادر کردن. شما تو هیچ جای دنیا به هیچ پرمننتی نمیتونی بریجینگ ای بدی، ویزایشون غیر قانونی بوده. بعد به من میگن که نه ما نمیدیدیم، دسترسی نداشتیم. آخه چطور ممکنه که آمریکا دیده، چطور ممکنه که انگلیس دیده؟ شما سیستمتون یکیه، اینا جزو گروه 5 آیزن. یعنی 5 آیز یعنی 5 تا کشوری که کاملا به هم وصلن، یعنی به حدی اطلاعاتشون قویه. حتی من یه وکیل اینجا هست، آقای ایرانی هستن، من وقتی بهشون گفتم، اون برگشت من گفت که اصلا این خیلی عجیبه. به من گفت وقتی شما میخواید ترافل کنی مثلا یه کشور به یه کشور دیگه، انقدر اینو قشنگ تو سیستمشون هست که میگن که مثلا شما فلان تاریخ از اینجا به اینجا رفتی، سفر کردی. حالا من میخوام ببینم اگه کسی هست که همچین مشکلی مثل من براش پیش اومده باشه، چون من میخوام از اداره ایمیگریشن استرالیا شکایت کنم به خاطر 13 سال بدون دلیل وقت منو تلف کرده و ویزای غیر قانونی صادر کرده. اگه کسی هست که میتونه به من کمک کنه، یعنی همچین شرایطی براش پیش اومده، حالا چه لویر، هر کسی، اگه میشه لطفا به من کمک کنین، برام پیغام بذارین، چون من میخوام واقعا وکیل بگیرم، دنبال این کارو بگیرم، میخوام ازشون خسارت بگیرم، چون این کارشون خیلی غیر قانونیه. دیپارتمان ایمیگریشن استرالیا اومده ویزای غیر قانونی صادر کرده و من چون خیلی تو مت و ساینس و توی کمیستری قوی بودم، مثلا من جزو المپیاد شیمی بودم، اومدن این کارو کردن، ویزای منو هاید کردن، رو ویزا اومدن ویزا صادر کردن، در صورتی که اصلا من پیار بودم. یعنی به محض اینکه اون تو کمپ وارد شدم پرمننت من اومد، نوشته شما پیار کانادا هستین. حالا من میخوام اگه میشه ممکنه کمکم کنین، هر کس که همچین مشکلی براش پیش اومده اگه ممکنه برام پیغام بذارین توی اینستاگرام، تو اینستاگرام اسمم هست ماریا محمدی، اگه ممکنه برام مسیج بذارین. حالا من این ویدیو رو تو اینستاگرامم سعی میکنم بذارم، تو فیسبوکم سعی میکنم بذارم تا ببینم که هر چند نفر آدم که میتونن به من کمک کنن، که من میخوام ببینم واقعا این کیس برای کس دیگه هم پیش اومده، کس دیگه هم بوده که این شرایطو داشته و این مشکل براش پیش اومده و شده که مجبور شدن دیپارتمان ایمیگریشن شکایت کنین و چیکار کردین. مثلا من ویزای غیر قانونی براتون صادر شده یا نه، چون این بریچ آف لو دیپارتمان ایمیگریشن انجام داده و خیلی کرایم بزرگیه
میده و ایشون اصلا گردن نمیگیره، به من میگه نه به من ربطی نداره، من ندیدم، شما خودت خانم باید اطلاع میدادی. گفتم من قوانین رو بلد نبودم. بعد گفتم که شما اصلا چطور؟ بعد یه خانم دیگه هم مثل من توی همون کمپ بود، اون پرمننت کانادا بود. بعد اینا اونو صدا کردن. من موندم که اینا اونو چجوری دیدن. اینا اون خانم رو صداش کردن، بعد بهش گفتن که شما پرمننت کانادا هستین. خب به خاطر که اسما رو میزنن، اصلا سیستمشون خیلی دقیقه، اسما رو میزنن همه اطلاعات طرف میاد. بعد بهش گفتن شما پرمننت کانادا هستی، شما نمیتونی وارد خاک استرالیا بشی. اصلا اون وارد خاک نشد، یعنی همون کریسمس پرواز گرفتن براش رفت. یعنی تا این دیگری اینا اصلا نمیتونن به پرمننت رفیوجی بدن. این کاملا غیر قانونیه، یعنی اگه بکنن غیر قانونیه. بعد برداشتم برای من این کارو کردن، چون میدونستم پرمننت من 6 ماه دیگه باطل میشه و من اطلاعات ندارم. خب اون لند کرده بود، چون ویزای کانادا باطل میشه، شما باید مثلا یه تایمی داره به شما میگه اوکی من ویزاتو دادم، حالا 6 ماه وقت داری تا وارد کانادا بشی. وقتی وارد چی ویزات اثبات میشه دیگه، فیکس میشه. ولی متاسفانه خب من اطلاعات نداشتم، بعد ویزام باطل شد. خیلی هم برای ویزام زحمت کشیده بودم. حالا میخوام ببینم اگر کسی هست که اینجا همچین مشکلی مثل من براش پیش اومده باشه که دیپارتمان ایمیگریشن استرالیا الان اینجا بریچ آف لو کرده. خب من که مثلا پرمننت راشا نبودم که، یا پرمننت مثلا بلغارستان که نبودم، من پرمننت کانادا بودم. این 5 تا کشورم شدیداً به هم سیستمشون وصله، یعنی یکیه، یه سیستمه. اینقدر سیستم ایمیگریشن استرالیا قویه و همطور آمریکا، یوکی. آخه چطور شده که یوکی دیده، آمریکا دیده، شما ندیدی؟ بهش گفتم آقا چطور همچی چیزی ممکنه؟ گفت نه من گردن نمیگیرم، من گردن نمیگم، من همچی چیزی رو ندیدم. آخه واقعا برام عجیبه، یعنی انگار که الان شبه بعد یکی بگه نه الان روزه. بابا خب اسم منو که بزنی، شماره شناسنامه، شماره پدر، اطلاعاتم بزنی، همه چی میاد دیگه. مینویسه ایشون پی آره، اصلا سیستمشون یکیه، یه سیستمه. بعد میگه نه من ندیدم، ویزای غیر قانونی زد. و این ویزایی که ایشون صادر کرد باعث شد من 13 سال اینجا الاف بشم، نتونم برگردم کشورم. چقدر سختی تحمل، چقدر مشکلات تحمل کردم که ایشون بریچ آف لو کرده، یعنی اومده ویزای غیر قانونی صادر کرده و اصلا گردن نمیگیره. به من گفت نه من گردن نمیگیرم. این آقای وکیل گفت اینا میخوان گردن نگیرن. خب میخواد هی بگه که نه من ندیدم، شاید افسر یا آقای وکیل دیگه من چه، شاید افسر مهاجرت کانادا خوابیده بوده، شاید سیستمشون خراب بوده. گفتم آخه چه حرفی شما به من میزنی؟ چطور امکان داره کانادا دیده؟ چطور امکان داره که یو اس آ اینا رو همش تو سیستمش دیده؟ بعد شما اینو ندیدین؟ اگه کسی هست، چون من واقعا میخوام شکایت کنم از اینو، از کشور استرالیا، دیپارتمان میگرشن، برای اینکه من موقعی که اومدم اینجا خیلی جوان بودم و اینا 13 سال من انداختن توی پروسه بدون هیچ دلیلی و ویزای غیر قانونی صادر کردن و الان دارن دروغ میگن. عملا بهم دروغ میگه، ایمیگریشن استرالیا عملا داره دروغ میگه و ایشون میگه که نه ما خبر نداریم، ما اصلا نمیدونیم چیه. اگه کسی هست میشه به من کمک کنید. من توی اینستاگرام پیجم هستش که ماریا محمدی، چون عملا میخوام شکایت کنم، اصلا نمیتونم بگذرم. یعنی باورم نمیشه که اینا همچی کلاهی سر من گذاشتن. بابا من 5 سال تو صف بودم، مثلا پیارم هم اومده بود. آخه برای چی ویزای غیر قانونی صادر میکنین؟ بعد اینا میدونن دانشجو هستن، بعضیا مثلا نمیدونن، قوانین رو بلد نیستن، میان سوء استفاده میکنن. ایشون کاملا تو سیستمش دیده، همه چی obvious بوده، سیستمشون یه سیستمه و اومده به من ویزای رفیوجی ای داده. بعد به من میگه که به من مربوطی نیست، میگه اصلا به من ربطی نداره.